الچیتا هستم و میخوایم داخل این ویدیو یه مقدار چوب بکنیم، چوبیمونو اول بازی رو بسازیم و بریم یه مقدار سنگ جمع کنیم و بریم برای ساختن وسایل سنگیمون. اول شمشیر، بعد کلنگ، بعد تبر و بعد بیله. خب حالا بریم که چند تا گوسفند بکشیم. و اینم از سومی. خب حالا خوبه، حالا میتونم یک تخت رو واسه خودم درست کنم، حداقل شبا بگیرم بخوابم و زامبیا منو به چخ ندن. واو، ولی اون کوه یکم بهتر بود، برم اونجا. و من تصمیم گرفتم که همینجا خونه که نه بیسمو بسازم و رفتم یک مقداری هم زغال جمع کردم و من گفتم بخوام که فردا برم این چوبا اینجا رو کامل بکنم. خب صبح شد، بیش اصلا بیخیال و برم که چوبامو بکنم که برای شما تایم لپس میشه. و تموم شد و من یه استک چوب تقریبا 3 استک جمع کردم و خیلی خوبه. حالا بریم که تقریبا خونه رو بسازیم. البته قبلش کمی غذا بخورم و غذا هم در حال سرو، همون درست شدن. خب اول این چیزی چرا اینطوری شد؟ یه دونه پله میسازیم و میایم پایین. و شب شد که من ترجیح دادم که صبح کارم ادامه بدم. خب بچه من پله رو ساختم بگمونم، بد نشد، فقط اینجا رو کامل بکنم. ولی خب بد نشد، قشنگ شد. احساس کنم خیلی بد نشد و چیز جالبی شد. این شکلیه. خب حالا بریم سراغ ساختن داخل خونه. بزن بریم. خب برای داخل خونه اول باید کمی داخلش رو بکنیم، یک مقدار، چون کمی باید فضا باز بشه دیگه تا ما مرتب و قشنگش کنیم. خیلی خوب، تقریبا اینجا رو خالی مالی کردیم. حالا باید کمی زیباش کنیم، چون خیلی بد شکله. بریم که یکم قشنگش کنیم. خب من اولین کاری که کردم اونجا رو کم قشنگ کردم که اونجا کم جالب شه. خب حالا بریم سراغ دورش. خب بچه ها، اینم از دورش احساس میکنم یک کمی قشنگتر شد و اینجا هم کمی چوب کاشتم. حالا بریم سراغ کفش. خب اول برای کف باید اینجا رو بکنیم. خب کف اینجا رو چیز کردیم، حالا بریم کندیم. حالا بریم که کمی چند تا بلاک بذاریم که قشنگ شد. خب برای کف تصمیم گرفتم که اینطوری بچینم و کفش هم که درست شد. حالا
فقط یه بالا یعنی دیوارا مونده کنم، میدونم چیکار کنم. و این بغل اونم الان یه کارش میکنم. خب خونمون تکمیل شد. بریم وسایلمونم بذاریم داخلش. و این تختمون، گرافیک تیبل، این و چستمون و اینجا هم که دیدید. ولی خب هنوز کارمون با این خود تموم نشده. شاید این نمایش کم زیبا شده باشه ولی خب خیلی خوب دوستان، ویدیو بعدی قشنگترش میکنیم. ویدیو بعدی اسکین هم میاد. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.